به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. مقداری از این وایس کتاب هستش و مقداری هم زندگی نامه. کتاب سرود سیاوش، روایتی مستند از فعالیت‌های هنری زنده‌یاد محمدرضا شجریان بین سالهای 1345 تا 1357 به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های آواز ایرانی است. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. سرود سیاوش تألیف کیوان یداللهی اثری پژوهشی است که به بررسی دوره شکل‌گیری و آغاز فعالیت‌های هنری محمدرضا شجریان می‌پردازد. این کتاب با تکیه بر اسناد تاریخی، تصاویر دیریاب و داده‌های مستند، تصویری دقیق از نخستین سال‌های حضور او در عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی ارائه می‌دهد. در این اثر مجموعه‌ای از جدول‌ها و نمودارهای تحلیلی درباره اجراها و فعالیت‌های هنری شجریان ارائه شده است و طراحی و گرافیک یکپارچه و منسجم آن به خواننده کمک می‌کند تا تصویری روشن از روند رشد و تثبیت جایگاه این هنرمند برجسته در آستانه تحولات مهم سال 1357 به دست آورد. مؤلف در توضیح کتاب آورده است: سرود سیاوش یا سیاوش نخستین پژوهش تاریخی مستقل درباره روند رشد و تثبیت چهره محوری آواز ایرانی است. دوره‌ای که از میان گفتگوها، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، اجراهای صحنه‌ای، آثار صوتی و واکنش‌های رسانه‌ای می‌گذرد تا مسیر شکل‌گیری چهره هنری محمدرضا شجریان را در طول سال‌های آغاز فعالیت حرفه‌ای او ترمیم کند. این پژوهش نتیجه بررسی بیش از 15,000 جلد روزنامه و نشریه از سال 1345 تا 1357 است و نشان می‌دهد چگونه او با تلفیق مهارت و اصالت در همان دوره به یک پدیده اجتماعی در موسیقی کلاسیک ایرانی تبدیل شد و به شهرت عام رسید. کتاب سرود سیاوش در 360 صفحه در قطع رحلی و چاپ نفیس توسط نشر گهگاه منتشر شده است. محمدرضا شجریان، ملقب به خسرو آواز ایران، متولد 1 مهر 1319 در مشهد، برجسته ترین هنرمند عرصه آواز و موسیقی سنتی ایران بود که پس از تحمل دوره طولانی بیماری 17 مهر 1399 در 80 سالگی در بیمارستان جم تهران درگذشت. پیکر وی در محوطه آرامگاه فردوسی در طوس، خراسان رضوی در جوار مزار مهدی اخوان ثالث به خاک سپرده شده است. شجریان از بنیاد آقاخان جایزه خداوندگار موسیقی را دریافت کرد. وی همچنین خوشنویس در خط نستعلیق، رئیس شورای عالی خانه موسیقی ایران، بنیانگذار گروه شهناز، شرکت دلاواز و باغ هنر بم بود. شجریان در قرائت قرآن نیز فعالیت داشت و دعای ربنا نامدارترین تلاوت قرآنی او بود. شجریان نامزد 2 جایزه گرمی بود که توسط سایت انجمن آسیا به عنوان پرآوازه‌ترین هنرمند موسیقی اصیل ایران معرفی شد. همچنین روزنامه ونکوور سان او را یکی از مهمترین هنرمندان موسیقی در سال 2010 و یکی از 50 صدای برتر جهان معرفی کرده بود. در شهریور 1396 در 5مین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح نشان عالی هنر برای صلح به شجریان و 3 هنرمند دیگر اهدا شد.
وی در طول فعالیت هنری خود موفق به تولید حدود 60 آلبوم موسیقی، خوانندگی در تیتراژ فیلم‌هایی همچون دلشدگان، ابجد و زمستان و برگزاری کنسرت‌های متعددی در داخل و خارج از کشور شده است. همچنین شجریان مبدع چندین ساز جدید در موسیقی ایرانی بود. وی اردیبهشت 1390 در نمایشگاهی در تالار بهار، خانه هنرمندان ایران، این سازها را رسما به نمایش عمومی درآورد. صراحی، شهرآشوب، ساغر، کرشمه و سبو برخی از این سازها هستند. سال گذشته آلبوم‌های سر در گریبان و بانگ دهل از آخرین کنسرت‌های زنده یاد محمدرضا شجریان به همراه گروه شهناز در شهرهای مختلف اروپا مربوط به سال 1393-2014 میلادی منتشر شدند. وی علاوه بر اشعار کلاسیک شاعرانی چون حافظ، سعدی، مولانا، عطار، باباطاهر و خیام در برخی کنسرت‌ها و کارهای خود از شعر نو شاعرانی چون فریدون مشیری، نیما یوشیج، سهراب سپهری، محمدرضا شفیعی کدکنی، مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج استفاده کرده است. از جمله کارهای مشترک او گزیده است از رباعیات خیام با صدای شجریان و رباعی‌خوانی احمد شاملو. همچنین وی تعدادی از دعاهای قرآنی را در اثر مشهور به دعای ربنا خوانده است که در هنگام افطارهای ماه رمضان از صدا سیمای ایران پخش می‌شد. همچنین بعد از درگذشت پدرش که از استادان و قاریان مشهور قرآن در مشهد بود، برخی از تلاوت‌های قرآن خود را با عنوان به یاد پدر در 2 CD مجزا به یاد پدر 1 و به یاد پدر 2 منتشر کرد. از فرزندان او همایون و مژگان در زمینه موسیقی فعالیت دارند. خوانندگانی چون ایرج بسطامی، مظفر شفیعی، حسام الدین سراج، حمیدرضا نوربخش، علی جهاندار، بیژن کامکار، سینا سرلک، وحید تاج و پسرش همایون از شاگردان شجریان بودند. محمدرضا شجریان 1 مهر 1319 در مشهد زاده شد. آواز خواندن را از کودکی آغاز کرد و با توجه به استعداد و صدای خویش تحت آموزش پدر خود که قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خویش شد. در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد. وی در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و برای نخستین بار با یک معلم موسیقی آشنا شد. پس از دریافت دیپلم دانشسرای عالی به استخدام آموزش و پرورش درآمد و به تدریس مشغول شد و در این زمان با سنتور آشنا شد و فراگیری این ساز را نزد جلال اخباری آغاز کرد. شجریان در سال 1340 با فرخنده گلفشان ازدواج کرد که حاصل آن 3 دختر به نامهای فرزانه یا راحله، افسانه همسر پرویز مشکاتیان و مژگان و یک پسر به نام همایون بود. او سال 1346 در تهران با احمد عبادی آشنا شد و همچنین در کلاس اسماعیل مهرتاش شرکت کرد. در همین سال برای آموختن خوشنویسی در انجمن خوشنویسان ایران نزد ابراهیم بوذری رفت. شجریان از سال 1347 خوشنویسی را نزد حسن میرخانی ادامه داد و در سال 1349 درجه ممتاز را در خوشنویسی به دست آورد. محمدرضا شجریان تا سال 1350 به خاطر اینکه پدرش می‌خواست خانواده آنها یعنی شجریان بیشتر با قرائت قرآن و چهره مذهبی شناخته شوند با نام مستعار سیاوش بیدگانی یا با رادیو همکاری می‌کرد. ولی بعد از آن پدرش به او اجازه استفاده از نام اصلیش را داد. وی تا سال 1347
در استخدام آموزش و پرورش بود و پس از مدت زمانی تدریس و مدیریت مدارس به وزارت منابع طبیعی انتقال یافت. وی در مدت خدمت در آموزش و پرورش در رادکان از توابع چناران به تدریس پرداخت و مدتی در این شهر سکونت داشت. در سال 1350 با فرامرز پایور آشنا شد و یادگیری سنتور و ردیف‌های آوازی را نزد وی دنبال کرد. در سال 1351 در برنامه گلها با نورعلی خان برومند آشنا شد و شیوه آوازی حسین طاهرزاده را نزد او آموخت. از سال 1352 نزد عبدالله دوامی ردیف آوازی ایشان و شیوه‌های تصنیف‌خوانی را فرا گرفت. در همین سال به همراه گروهی از هنرمندانی همچون محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگفر، حسین علیزاده، جلال ذوالفنون و داوود گنجه‌ای به عضویت مرکز حفظ و اشاعه موسیقی به سرپرستی داریوش صفوت درآمد. در آن زمان تصنیف داروگ را که مربوط به آهنگی از محمد رضا لطفی بر روی شعری از نیما یوشیج بود اجرا کرد. تصنیف داروگ از اولین تصنیف‌هایی است که در آن شعر نو به کار گرفته شده است. از جمله تصنیف‌های شجریان که به زبان محاوره‌ای هستند میتوان به تصنیف مگه نه شعر بیژن سمندر آهنگ از عطاالله خرم اشاره کرد که در همان دوران اجرا شده است. اجرای زنده راست پنجگاه در سال 1354 در جشن هنر شیراز به همراه محمد رضا لطفی و ناصر فرهنگفر که بعدها در یک آلبوم موسیقی با همین نام منتشر شد مورد استقبال واقع شد. در آن زمان راست پنجگاه به ندرت اجرا می شد و این دستگاه در حال فراموش شدن بود. محمد رضا شجریان در سال 1356 در مسابقه تلاوت قرآن کشوری رتبه نخست را به دست آورد و در اول اسفند ماه همان سال شرکت دلاواز را بنیانگذاری کرد. محمد رضا شجریان در سال 1357 همانند بسیاری از هنرمندان آن زمان همکاری خود را با سازمان‌های دولتی مثل رادیو به دلیل آنچه خود گفته است آن موقع آنجا با روحیه‌های من نمیخوان سیاست پخش صداها را از رادیو تلویزیون من حس می‌کردم کاباره دارد تعیین می‌کند و ابتذال فرهنگی ادامه ندارد. البته سایر هنرمندان گروه‌های شیدا و عارف و رئیس بخش موسیقی رادیو در آن زمان هوشنگ ابتهاج نیز آن زمان از رادیو پس از واقعه 17 شهریور به نشانه اعتراض خارج شدند. پس از این اتفاق محمد رضا لطفی کانون چاوش را با حمایت هوشنگ ابتهاج بنیانگذاری کرد. بیشتر اعضای کانون چاوش همان اعضای گروه‌های شیدا و عارف بودند. در آن زمان محمد رضا شجریان به همراه شهرام ناظری در چند آلبوم مشترک از کانون چاوش آواز خواندن را بر عهده گرفتند که بیشتر محتوای آنها انقلابی و میهنی بود. از میان آلبوم‌های مشترک شجریان و ناظری میتوان به چاوش 2 اشاره کرد که شامل 2 سرود بسیار معروف شب‌نورد، برادر نوجوانه با صدای شجریان و آزادی آن زمان که بنهادم با صدای ناظری میشد. شجریان در مصاحبه با BBC گفته بود که در آن زمان زیاد انقلابی نبوده، هرچند دولت قبلی را نیز قبول نداشته، اما چون دوستان او اعضای کانون چاوش فعالیت انقلابی داشتند او نیز با آنها همکاری کرده. یکی از سرودهای شناخته شده چاوش 6 امروزه با نام سپیده شناخته می شود که مربوط به کنسرت گروه شیدا با آواز شجریان و به سرپرستی لطفی است و در آذر 1358 در دانشگاه ملی اجرا شده که یک اجرا با محتوای انقلابی بوده. جمعیت بسیاری در این کنسرت حضور داشتند و تصنیف معروف سپیده ایران ای سرای امید که مربوط به شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگی از محمد رضا لطفی است.
در همان کنسرت اجرا شده است. البته در آن زمان گروه به فکر ضبط اجرا نبود و به صورت اتفاقی کیوان ابتهاج پسر هوشنگ ابتهاج این اثر را ضبط کرد. او از آن زمان به بعد در خانه به تحقیق و تدوین ردیف‌های آوازی پرداخته و به آموزش شاگردان قدیمیش همت گماشت. برخی از آلبوم‌های چاوش امروزه تصحیح شده‌اند و مؤسسه فرهنگی و هنری آوای شیدا با تغییر نام آن را زیر نظر محمدرضا لطفی بازنشر کرده‌اند. از این آثار چاوش‌های 1 به یاد عارف، 6 سپیده و 9 جان جان با حضور شجریان تصحیح شده و با تغییر نام بازنشر شدند. وی در سال 1358 دعای ربنا برخی آیات قرآن که شجریان آنها را با صوت خوانده و مناجات مثنوی افشاری را به صورت بداهه و بدون تمرین خواند. ابتدا به قصد اینکه به هنرجویان آموزش دهد و بهترین را در ماه رمضان برای افطار پخش کنند، اما رادیو همان اجرای خودش را پخش کرد و این دعا به مدت 30 سال از اصلی ترین برنامه‌های رادیو در ماه رمضان بودند. بعدها دعای ربنای شجریان را سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به عنوان اثر ملی ثبت کرده است. در فاصله سالهای دهه 60 شجریان همکاری گسترده‌ای را با پرویز مشکاتیان آغاز کرد که حاصل آن آلبوم‌هایی چون بیداد، آستان جانان، سر عشق، ماهور، نوا، دستان، گنبد مینا، دود عود، جان عشاق و قاصدک بود. در این سالها به همراه گروه عارف به سرپرستی مشکاتیان کنسرت‌هایی را در خارج از ایران اجرا کرد. از میان این آثار آلبوم بیداد به خاطر متأثر بودن محتویات آن از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در اوایل انقلاب و دهه 1360 و داشتن حالت اعتراضی بسیار در میان عموم مردم مورد استقبال قرار گرفت. خود محمدرضا شجریان نیز در مصاحبه با BBC گفته بود که این اثر بیانگر اعتراض آنها به آن شرایط و پیگیر وعده‌های عملی نشده حکومت بوده است. محمدرضا شجریان در سال 1370 با همکاری داریوش پیرنیاکان، مرتضی اعیان و جمشید اندلیبی کنسرت‌هایی را در تور اروپا و امریکا برگزار کرد که آلبوم‌های پیام نسیم، دل مجنون و سرو چمان حاصل این اجراها هستند. محمدرضا شجریان پس از طلاق از فرخنده گلفشان در حدود 53 سالگی و در سال 1371 با کتایون خانساری 26 ساله ازدواج کرد. حاصل ازدواج دوم او پسری به نام رایان است که در سال 1376 در کانادا متولد شده است. در سال 1371 با همکاری گروه آوا آلبوم آسمان عشق را منتشر کرد. مدتی بعد آلبوم مربوط به کنسرت پاریس سال 1372 محمدرضا شجریان به همراه محمدرضا لطفی و مجید خلج در قالب آلبوم چشمه نوش به بازار عرضه شد. شجریان مدتی بعد آلبوم‌های بهاریه، جان عشاق و گنبد مینا را که حاصل همکاری خودش با پرویز مشکاتیان در سالهای دهه 1360 هستند منتشر کرد. آلبوم قاصدک که آخرین همکاری شجریان با مشکاتیان است نیز در همین دوران اجرا شد، اما هیچگاه به صورت رسمی و با کیفیت مناسب به بازار نیامد. آلبوم یاد ایام که حاصل کنسرت امریکا در تابستان 71 بود و این اثر اولین آلبوم منتشر شده از همکاری محمدرضا شجریان با پسرش همایون شجریان بود، یاد ایام در سال 74 انتشار یافت. مدتی بعد آلبوم رسوای دل با همکاری گروه آوا منتشر شد. وی در سال 75 نیز در آلبومی با آهنگسازی مجید درخشانی تحت عنوان در خیال همکاری کرد. در سال 76 آلبوم‌های معمای هستی با همکاری محمدرضا لطفی، عبدالنقی افشارنیا و همایون شجریان و عشق داند که مربوط به بداهه خوانی و بداهه نوازی به همراه
محمد رضا لطفی در سال 1359 بود منتشر شدند. همچنین در این سال آلبوم شب وصل با همکاری داریوش طلایی، سعید فرجپوری و همایون شجریان به بازار عرضه شد. شجریان در سال 1377 آلبوم شب، سکوت، کویر را با آهنگسازی کیهان کلهر منتشر کرد که بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان با آواز محلی است و در آن برخی سازهای محلی نیز استفاده شده‌اند. حاج قربان سلیمانی در این اثر به هنرمندی پرداخته است. محمد رضا شجریان کمی بعد نیز یک بار دیگر با گروه آوا همکاری کرد که حاصل آن 2 آلبوم آهنگ وفا و آرام جان بودند. محمد رضا شجریان در سال 1378 جایزه پیکاسو را از طرف سازمان یونسکو دریافت کرد. شجریان با همکاری حسین یوسف زمانی آلبوم بوی باران را در سال 1378 منتشر کرد و سال 79 همکاری خود را با حسین علیزاده، کیهان کلهر و پسرش همایون آغاز کرد و این همکاری تا اوایل دهه 80 ادامه داشت. اولین آلبوم حاصل این همکاری زمستان است که در سال 79 به صورت زنده در کالیفرنیا اجرا و ضبط شد و سپس به بازار آمد. آلبوم زمستان بر اساس شعر زمستان اثر مهدی اخوان ثالث اجرا شده است. محمد رضا شجریان در سال 81 2 آلبوم بی تو به سر نمی شود و فریاد را منتشر کرد که با همکاری حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان اجرا شده بودند. این 2 آلبوم نامزد جایزه گرمی شدند. این گروه 4 نفره در زمستان سال 82 نیز جهت کمک به زلزله زدگان بم در تهران کنسرتی برگزار کردند که با نام همنوا با بم شناخته می شود. وی درآمد حاصل از فروش دیویدی این کنسرت را به پروژه باغ هنر بم که خودشان را تأسیس کرده بود اختصاص داد. شجریان، علیزاده، کلهر و همایون در پاییز 84 نیز یک کنسرت برگزار کردند که حاصل آن آلبوم‌های ساز خاموش و سرود مهر بود و پس از آن دیگر این 4 نفر با یکدیگر همکاری نکردند. از سال 86 محمد رضا شجریان به همکاری با گروه آوا پرداخت و کنسرت‌هایی در تهران، اصفهان، اروپا، امریکا و کانادا اجرا کرد. در این دوران 2 اثر به نام‌های غوغای عشقبازان آلبوم صوتی و کنسرت محمد رضا شجریان و گروه آوا آلبوم تصویری به همراه گروه آوا اجرا و به بازار عرضه شد. در همین سال مادر شجریان درگذشت و وی در مراسم ختم مادرش پس از 30 سال دعای ربنا را دوباره خواند. شجریان در این دوره به همراه پسرش همایون موسیقی اصیل و سنتی ایرانی را ترویج و اشاعه می‌دهد. پس از برگزاری کنسرت شجریان در ونکوور کانادا، روزنامه کانادایی گلوب میل شجریان را افسانه موسیقی شرق معرفی کرد. محمد رضا شجریان در سال 87 یک گروه موسیقی بنیانگذاری کرد و آن را به افتخار جلیل شهناز، نوازنده نامی تار، گروه شهناز نامید. از جمله اعضای این گروه میتوان به مژگان شجریان دختر او و مجید درخشانی نوازنده تار و ستار اشاره کرد. از آن زمان به بعد محمد رضا شجریان با این گروه فعالیت داشته است. یکی از ویژگی‌های مهم این گروه موسیقی استفاده از سازهای ابداعی محمد رضا شجریان است که برخی از آنها ویژگی‌هایی دارند که آنها را مناسب جایگزین با سازهای غربی همچون ویولن می‌کند. پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، محمد رضا شجریان در نامه‌ای به عزت‌الله زرقامی از وی خواست تا از پخش آثار او در صدا و سیما خودداری کند. وی گفت سرودهایی که خوانده، به ویژه سرود ایران ای سرای امید، متعلق به سالهای 57 و 58 بوده و هیچ ارتباطی با شرایط کنونی ندارد. وی اعلام کرد سازمان صدا سیما هیچ نقشی در تهیه این آثار نداشته و به حکم قانون و شرع از این سازمان خواسته صدا و آثار او را در هیچ یک از واحدهای رادیو و تلویزیون پخش نکند. البته همزمان در آن نامه شجریان دعای ربنا و مناجات افشاری خود را به ملت ایران تقدیم و تاکید کرد. حساب این 2 اثر از بقیه آثارش جداست.
اما پس از شکایت رسمی وی از صدا سیما، عده‌ای از مدیران صدا سیما اعلام کردند دیگر حتی دعای ربنای ایشان را هم پخش نمی‌کنیم. محمد حسین صوفی معاون صدای سازمان نیز اعلام کرد از این پس حتی در ماه رمضان صدای محمد رضا شجریان از شبکه‌های رادیویی پخش نمی‌شود. محمد رضا شجریان در گفتگو با BBC گفت در شرایطی که مردم در بهت و حیرت هستند و به گفته آقای احمدی نژاد خس و خاشاک به حرکت درآمدند، صدای من در صدا سیما جایی ندارد. صدای من صدای خس و خاشاک است و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود. در همین دوران شجریان تک آهنگ زبان آتش را در حمایت از معترضان و در پی اعتراضات سال 88 با آهنگسازی خودش و تنظیم مجید درخشانی و شعر فریدون مشیری منتشر کرد. پس از این اتفاقات پخش دعای ربنا نیز در صدا سیما ممنوع شد. در سال 89 محمد رضا شجریان به همراه گروه شهناز یک تور کنسرت جهانی برگزار کرد که 2 مورد از این کنسرت‌ها منتشر شدند. کنسرت محمد رضا شجریان و گروه شهناز در دبی و اثر دیگر کنسرتی در لندن است که BBC به صورت رسمی پخش کرد. مجید درخشانی سرپرست گروه شهناز این 2 کنسرت را از موفق‌ترین کنسرت‌های این گروه می‌داند که در آن بسیاری از سازهای ابداعی محمد رضا شجریان مورد استفاده قرار گرفتند. آلبوم‌های بی تو به سر نمی‌شود، فریاد، همنوا با بم، جام تهی، ساز خاموش، سرود مهر، غوغای عشقبازان، کنسرت محمد رضا شجریان و گروه آوا، آه باران و رندان مست همگی در دهه 80 را شرکت دلاواز منتشر کرد. محمد رضا شجریان آلبوم صوتی مرغ خوشخوان و 2 آلبوم تصویری کنسرت محمد رضا شجریان و گروه شهناز در دبی و کنسرت محمد رضا شجریان و گروه شهناز در تهران که مربوط به همکاری او با گروه شهناز بود را در اوایل دهه 90 منتشر کرد. پس از آن به صورت موقت با برادران پورناظری، طهمورث پورناظری و سهراب پورناظری همکاری کرد که حاصل آن آلبوم رنگ‌های تعالی است. البته این اثر به صورت رسمی منتشر نشده، بلکه بر روی اینترنت پخش شده است. محمد رضا شجریان بعد از آن همکاری با برادران پورناظری را قطع کرد و در سال 93 یک بار دیگر به همراه گروه شهناز و با حضور سعید فرشپوری یک تور کنسرت جهانی با عنوان سرگشتگان عشق برگزار کرد. سال 91 شجریان به تبریک زادروز بهرام بیضایی به خانه وی در کالیفرنیا رفت و بهار سال بعد در آوازخوانی آرش بیضایی در دانشگاه استنفورد حضور یافت. در سال 94 حسین نوشابادی اعلام کرد که محمد رضا شجریان برای برگزاری کنسرت ممنوعیت قانونی دارد. شجریان در 7 شهریور 94 به علت عوارض ناشی از سرماخوردگی در بیمارستان کسری بستری شد. در روز 5 مهر 95 آلبوم طریق عشق اثر مشترک محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان منتشر شد و همایون شجریان آن را در تالار وحدت رونمایی کرد. در 20 اسفند 98 آلبوم خراسانیات اثر مشترک محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان با اشعاری از ملک الشعرای بهار و بابا طاهر منتشر شد. محمد رضا شجریان در زمینه آواز شاگردان بسیاری را تعلیم داده است که برخی از معروفترین آنها عبارتند از معصوم مهرعلی، حسام الدین سراج، مظفر شفیعی، قاسم رفعتی، همایون شجریان، ایرج بسطامی، علی رستمیان، محسن کرامتی، علی جهاندار، حمیدرضا نوربخش، سینا سرلک، محمد اصفهانی، مجتبی عسگری، مهدی امامی و وحید تاج. محمد رضا شجریان در پیامی ویدئویی برای تبریک نوروز 95 با چهره‌ای دگرگونه و موهای بسیار کوتاه حاضر شد. برخی سایت‌ها از ابتلای او به سرطان کلیه خبر دادند. خود من هم با یک میهمان 15 ساله‌ای سال‌هاست که آشنا هستم و دوست شدیم. با همدیگر و الان هم من به خاطر همان اینجا ایستادم و طبق دستور ایشان موهای سرم را هم کوتاه کردم و بچه 7 گوش‌کنی شدم و چند وقت دیگر هم در اینجا هستم چون آرامش خوبی دارم و خیلی راحتم اینجا.
برای اینکه با این مهمان بتوانیم به تفاهم برسیم، انشاءالله به تفاهم که رسیدیم راه میافتم میایم به سراغ شما هم میهنان عزیزم و کارهای هنریم را دنبال خواهم کرد. محمد رضا شجریان در پیام نوروزی 95 پیام ویدئویی استاد شجریان در یوتیوب 95 منتشر شد. بهرام بیضایی پس از مشاهده این ویدئو متأثر شد و شعری برای شجریان سرود که در زادروزش در 1 مهر 95 با این مطلب منتشر شد: روز غم باز به نوروز افتاد، دشمن عشق چو پیروز افتاد. از اوایل بهمن سال 98 وضعیت ریه‌های او به وخامت گرایید که منجر به بستری شدن در بیمارستان برای عمل جراحی به منظور تعبیه راه عروقی جهت دارورسانی راحت‌تر و مؤثرتر شد. اما 20 روز پس از مرخص شدن شجریان از بیمارستان مشکلات تنفسی مجددا او را در روز پنجشنبه 1 اسفند 98 راهی بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کرد و تا فروردین 99 در بیمارستان باقی ماند. پس از آن مراقبت ویژه از محمد رضا شجریان در خانه ادامه یافت تا روز شنبه 25 مرداد 99 که با افت سطح هوشیاری، افت فشار خون و شوک عفونی بار دیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع بستری شد و پس از حدود 10 روز در 3 مهر ماه از بیمارستان به خانه‌اش منتقل شد. محمد رضا شجریان 4 سال پس از آنکه برای آخرین بار جلوی دوربین ظاهر شد و اعلام کرد 15 سال است به بیماری سرطان مبتلا است، روز یکشنبه 13 مهر 99 به دلیل افت سطح هوشیاری در حد کمای عمیق به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان جمع تهران منتقل شد و عاقبت بعد از ظهر پنجشنبه 17 مهر در 80 سالگی درگذشت. در ساعت 17 همان روز همایون شجریان فرزند وی نیز خبر درگذشت پدرش را در اینستاگرام رسمی خود تایید کرد و نوشت: خاک پای مردم ایران به دیار معشوق پرواز کرد. ساعتی پس از درگذشت شجریان در هنگام سخنرانی همایون مقابل بیمارستان جمع عده‌ای از حضار شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. آنها همچنین در شب درگذشت شعارهای ننگ ما صدا و سیمای ما و دیکتاتور بمیرد شجر هرگز نمیرد و مرگ بر دیکتاتور سر دادند و به ممنوع التصویری وی از سوی صدا سیما به دلیل مواضع سیاسیش پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 معترض شدند. همچنین هواداران او در مقابل بیمارستان تجمع کردند و برای ادای احترام تصنیف مرغ سحر شجریان و دیگر آثاری را که او خوانده است به صورت آواز دست جمعی خواندند. در همین حال ویدئوهای به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که یگان ویژه نیروی انتظامی به مردم تجمع کننده در روبروی بیمارستان جمع حمله کرد. همچنین گزارش‌هایی در رسانه‌های اجتماعی از حضور پلیس ضد شورش برای متفرق کردن این تجمع منتشر شد. پیکر شجریان صبح روز 19 مهر 99 نزدیک آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. پیکر او با نوای ربنا به محل دفن رسید و پیش از خاکسپاری همایون و مژگان شجریان به همراه جمعیت مرغ سحر را با گریه خواندند. ورود به محوطه دفن ممنوع اعلام شد و ترافیک سنگینی در راه به وجود آمد. همچنین در شبکه‌های اجتماعی گفته شد که نیروی انتظامی مسیرهای ورودی به مشهد و طوس را بسته و نیروهای امنیتی حضور سنگینی در مراسم داشتند. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که بقیه این زندگی نامه طولانی رو برای شما بخونم. امیدوارم که از آنچه شنیدید خوشتون اومده باشه و این کتاب رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید و حتما با آوازهای محمد رضا شجریان همه ما خاطرات قشنگی داریم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.